و هدف شریعت از یک نوع عبادت به عبادت مالی تخصیص دادن چیست؟ به خاطر چیست؟ اینو دانسته مانید. کلمه صدقه، حالا بعضیا گمان میکنن این سرقوط مال یا چرک مال. نه، کلمه صدقه اصلا از صداقت و صدق، از ریشه کلمه صدق گرفته شده است. از صدقت و برهان در یک روایت حضرت گفتن این صدقه دلیل صدق و صداقت مؤمن بر ایمان خدا و روز قیامت و جنت و دوزخ است. وقتی که مالش مؤمن میبرارد به یک برادر مسلمانش میدهد، این دلیل بر آن است که این بنده خدا باور کامل دارد، ایمان کامل دارد به این که این پول من نزد خدا اجر دارد، ثواب دارد، پاداش دارد که روز قیامت خدا او را به من باز میگرداند و من بر میگرداند میدهد.